افزایش کاهش دما آب در خودروهای 405 6 که دماشون خیلی بالاه 96 97 اینا روشن میشه. با کاهش دما باعث میشه که هزینه‌های موتوری کاهش پیدا کنه که برای واشر زدن اینا خیلی تاثیر خیلی خوبه. وارد تیونینگ میشیم، اتوماتیک رو میزنیم تا کامپیوتر رو پیدا کنه. خب پیدا کرد. PL4 405 تایید رو میزنیم. جدولای ریمپ، کاهش دمای آب. دمای 405 فابریکا خیلی بالایی، 96 یعنی تازه فن میخواد روشن بشه، 90 هم خاموش بشه. حالا ما میخوایم برنامه‌ای کاهش پیدا کنیم، انتخاب همه رو میزنیم، کاهش 7 درجه 5 تا 7 درجه میریم پایین تر، 90 که دیگه تازه روشن بشه. دانلود رو میزنیم، تمام.